дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори шашум. دهقان‌های از دهات آمده بگاهان یکتا از کاروان سرای‌های اطراف به یلنگی جمع شده از آن آش‌ها خریده در خود همان جا دیکک نشسته می‌خوردند و باز به جای خواب و سودای سلام خود پراکنده شده می‌رفتند. بعدتر بازارهای آش کوچکی نیست شدند. مسافران به آشخانه‌های آزاده عادت کردند. اما در زمان جنگ آتشدان‌های سیار باز به سر کوچه و میدان‌ها برآمدند. باز پلوپزهای کوچگی سایه روغن را به دیگ‌ها از دور نشان داده به عوض طعم و غذای خوش آش خود را با زردچوبه حسن ظاهری می‌بخشیدند. پس آش کوچگی سودانی‌ها نیز منظره‌ای درگذر است. با چهره‌های کشاد دستان مهنت دیده مردم خرطوم نگرید، پای میبرید که آنها از میوه آزادی و استقلال اکنون میچشند. همسفران از تنگ کوچه مسجد برآمدند و من از دنبال آنها روان شدم. امروز اکثر دکان‌ها محکم، زیرا کاسبان و تاجران مسلمان شب جمعه دکان نمی‌گشایند. یک تا نیم تا مگزین‌های یلا به یونانی‌ها، ارمنی‌ها و دیگر نمایندگان دین نصرانی تعلق داشته است. خیلی راه پیموده دکان پای افضل را پیدا کردیم. کسی رمان برای همه یک جفتی شیپک ریزینی خرید و مقدار دلار را با پول سودانی بدل کرده به هر کس 3 جنیدی کیسه خرج تقسیم کرد. باعث شبانه شیپک جویی کردن ما این است که موافق طریقت حج حاجی باید به خاک عربستان سعودی در لباس مخصوص قدم ماند که به هیچ جای آن سوزن دستی یا ماشینی نرسیده باشد. شیپک حالا خریده ما از ریزین یک لخت ریخته شده بود و هیچ بقیه نداشت. از گرسنگی و پیاده‌گردی به حالی رسیده بودیم که دیگر طاقت رفتار نداشتیم و تکلیف کدام از همسفرانمان درباره تاکسی سوار شدن طرفداری گرم و جوشان پیدا کرد. 3 تاکسی ما را به مهمانخانه آورد. من کاغذ 3 جنیدی را از کیسه برآورده به راننده خودمان دادم و نیم کف تنگه سفید برگردانید. دسته از همسفران ما در پیش تاکسی دوم جمع شده در کیم کدام مسئله مناظره می کردند. همین که انبوه آدمان را دیدم عادتاً به آن سوی می شتابم. رفت خدا نکرده حادثه روی داده باشد و کمک دکتر لازم باشد. معلوم شد که راننده دیگر پول میده نداشته است و به کاغذهای 3 جنیدی شریکان ما بقیه داده نمی توانسته است. چون من چی شد گویان به دوره در آمدم، شافیر در دست من پول میده را دیده خرسند شد و تنگه های سفیدی مرا گرفته نیم کف پول سرخ مسین داد. ما پراکنده شدیم. چی واقعه؟ پرسید اسرافیل که مرا در آن طرف کوچه منتظر بود. لطیفه گفته ایستادند. لطیفه؟ در کوچه لطیفه میگویند؟
ها میگویند که روز خواجه نصرالدین در خانه میخوابیده است، ناگاه از کوچه صدای غلمغل آدمان بلند شده است. آنگاه زنی افندی گفته است خیزد مردک برآمده خبر گیرید کنی چی واقعه در پشت خانه. افندی جامه را در سر گرفته میبرآید. آنجا 3 دوست غنیمت تقسیم میکردند و یکی از آنها از تقسیمات ناراضی بوده است. سردار دوستان افندی را دیدن زمان جامه را از سر او چنگ زده میگیرد و به شریکان ناراضیش میدهد. دوستان به افاقه آمده به راه خود میروند. افندی به خانه اش بر میگردد. ها چی جنجال بوده است؟ میپرسد زنش. این نپرس میگوید افندی. صوفیتی مرحبا. از بس که دین از سیر شهر به وقت آمده بودیم، در رستوران مهمانخانه و جز ما کسی دیگر نبود. امروز پگاهی ما را از 3 زری و 3 رستوران گذرانیده به خانه پیشگاهی آن بردند. حاضران، تاجرها، متخصصان اروپایی خوراک خود را لحظه قطع کرده نگاه کنجکاوانه به ما دوختند. ما دنبال همدیگر قطار شده از بین میزهای خارجیان نشستگی گذشته پیش می رفتیم. اکثریت گویا در باغ استراحت می گشته باشند، آرام و با تمکین قدم می زدند. فقط الله نظر قاری راهروان بینیش را می کافت. مبادا آدم های سویتیش همان خیل می شده است گفته خلاصه برارند. با خواطر از دل می گذرانیدم. نه جین زد مگر 1000 کرد اجنبی 1000 کرد مخلص دنیای آزاد باشد هم می داند که گروهی که می بیند چندان نمونه آدمی سویتی نیست. قاریکه بعد ناشتا اجازت دادند که شهر را دور زنیم، اما تا نماز پیشین به مهمان خانه برگردیم، زیرا احتمال است که تیاره شود و ما به عربستان پرواز کنیم. بغیر از این زینهار همه یک جایه شده گردیم که واقعه ناخوش روی ندهد. خودم هم شنیدم که در خارجه به سر هموطنان ما گاه حادثه های غلطی می آید. چندین مراتب مسافران ما را دزدیده در جای پنهان داشته مجبور کردند که از وطنشان دست بکشند و این را رسما اعلان کرده بگویند که اختیاری به خدمت فلان دولت می مانند. کدام سال کشتی نفکش ما توابسی را نوکران چانکیشی از راه داشته دریانوردان ما را قریب 2 ماه قین و عذاب داده بودند که از وطن خود روی تابند. عجب آدمانی بودند در دنیا. از روی کردار 1-2 مخلوق ناشود ظاهرا درباره همه خلاصه می برارند. کدام آدمی سالم عقل از وطن خود دست می کشد؟ وطن نباشد با کس باز چی می ماند؟ عائله، خانه، خدمت و غیره و هکذا. بدون وطن عائله، خانه، خدمت و غیره و هکذا دور از وطن یا برخلاف وطن چی معنای دارد؟ با همین قدر تأکید و تعیینات قاریه که همسفران مرا تنها مانده رفتند
تا فوت اپراتم را از حجره گرفته برآمدم که در کوچه کسی از حاجیان نمی نماید. اسرافیل همراه ترجمان گروه با کار به ایروپور رفته است. اگر وی می شد مرا تنها گذاشتن نمی رفتند. یا در شمور خطا کردند یا بودن و نبودن کمینه در نظر علما یک رنگ است. خیر، هیچ واقعا نشده است. راستش را گویم در بین گروه مثل گوسفند در رمه گشتن را نمی پسندم، در خصوص احتمال حادثه ناخوش باشد. روی دادن آن از بسیار جهت به خود کس هم وابسته است. ثانی این خیل حادثه ها در مملکت های به ما کینه و عداوت داشتگی روی می دهند. اگر رفت و یگان کثافت شد، آخر من هم جان دارم. کوچه ساحل نیل از سایه درختان بلندی سیربرگ، خوشنمود و سیرون بوده است. تخمین 2 کیلومتر با این کوچه گشته به دست راست تاب خوردم. خرطوم اصلا از 3 شهر مستقلی پیشتر ترکیب یافته است. شهر امدرمن، خود خرطوم و خرطوم شمالی. حالا من در خرطوم شمالی گشتم که نوترین قسم شهر حساب می‌یابد. لباس سودانی ها از کرته درازی سفید، سله و کفش سبک عبارت بوده است. کرته بعضی ها تا بجلک پایشان میرسد، اما با وجود این ولسپید را با یک چالاکی و اعتماد حیرت انگیز میرانند. سله را تنوگ و پهن کرده میبستند. خدمتچیان مأموری باشد لباس سبک اروپایی به بر کردند. از قیافتش شناختن عرب سودانی کار مرکب نیست. همه آنها پیر و برنا، زن و مرد در رخساره علامت قبیله یا اولاد خود را نقش کنانیدند. برای هر یکی یا به درازی یا به کندلنگ یا یک تا یا 2-3 تا خط راست یا کج یا نیم دایره کشیده شده است. نشانه قبیلوی بعضی ها در پیشانیشان نقش بسته است. علامت ها را از افتکار هنوز در آوان کودکی می گذارند که رفته رفته در سن بلاغت به ایز جراحتی بریده مانند می شده است. در ملک بیکانه کس خود را دهاتی اولین بار به شهر افتاده بر این حس می کرده است. چشم از این لوحه به آن لوحه، از این بنا به آنش می دود. بعضی از نوشتجات لوحه ها روی اسفالتی 4 راه ها را خوانده معنایش را نیمکاره سرفهم می روم. آخر در زبان ادبی ما کلمه های عربی بسیارند. از زبان فارس و تاجیک هم به عربی در دوام قرنها بس کلمات داخل شده است. به محله تاجران رسیدم. در هر دو طرف راه کوچه ها شهرهای قدیمه ما بر این دکان و مگزین های آذوقه و اشیاهای گوناگون، استاخانه های خصوصی جای گرفتند. در دکان داروهای تیار می فروختند. نرخ داروار نظر به نرخ اپتیکه های ما خیلی گران. ارزش خینین و پنیسیلین بر این داروهای معمول اگر به واسطه نرخ آذوقه مقایسه کنیم از ما 4-5 برابر گرانتر. در یک دکان اشیاهای مکتبی می فروشند. صاحب دکان از من چیزی پرسید که نفهمیدم. به سوال دویمش هم ناچار سکوت کردم. در اندام او علامت تأسف و در چهره من نشانه تعجب نقش بست. چند دقیقه در همین حالت هر دو ایستادیم. فارسی گفتم من ثانی. لا گفت او. ترکی؟ لا. انگلیس؟ لا گفت او.
و حتی اندک روی ترش کرد. پس چی باید کرد؟ پرسیدم من از او و از خودم و از این کارم خنده هم آمد. روسی، گفتم این دفعه بدون هیچ امیدی که او زبان روسی را میدانسته باشد. ایوه روسی بلاد روسیه اتحادیت سوفیتی. یک باره قطار کرد مردک. ها بلاد روسیه، من سوفیتی. ماشالله الحمدلله سوفیتی، مرحبا سوفیتی، مرحبا. گویان مردک مرا از دست داشته از زینه دکانش بالا برآورد و به پیشگاه دکان رو آورده فریاد کرد: عبدالمجید! در یک آن جوانی نوخط بروی لعلی قند و چای آورد. صحبت ما گاه با ایما و اشاره، گاه با یاری یک دو کلمه عربی که هر یک تاجیکی با سواد می داند مدت دوام کرد. وقتی خیر خوش دکاندار به حالم نگذاشته یک دفتر سرورق و یک دانه قلم رنگه تحفه نمود. من به او یک تا نشان سریسینگی سور را با عکس کبوتر و طرح کره زمین تقدیم کردم. از رسته کاسیبان می گذاشتم که کار استای کرسی باف دقتم را کشید. در پهلوی دری دکان قرار گرفته با دستان چابوکش ذهن ماندم. وی از نوده های کدام یک درخت تکه کرسی سبوکی را می بافت. در درونتر دکان دو نفر دیگر سببهای نفیس می بافتند. از در پیشگاه کسی برآمد که نظر به لباسش سرکاری همه اینها بود. او به من نزدیک شد. سلام دادم. علیک گرفته تبسم کرد. ظاهراً سر و لباسم به مسافریم روشن گواهی می داد. صاحبکار پرسید که از کجا آمدم. این دفعه سوال عربی را زودتر فهمیدم. سوفیتی بودنی بنده را فهمیده همه کار خود را قطع کردند. مدت در اطرافم غون شده چنان که جسمی از آسمان افتاده را تماشا می کنند به اندام سر و لباس فتح پرتی من با مراق می نگریستند. یک کرسی آورده به ما بین دکان گذاشت و به نشستن تکلیف نمود. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیев شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری ششم.